سلام، چطورین بچه ها؟ امیدوارم که خوب باشین. امروز اومدم خونه مامان و قراره یه غذای آموزش بده که من تا حالا واقعا ندیدم نخوردم. بفرمایید مامان جون. سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون دوستای خوب عزیز ما. ولی الان یه مدت حوض کرده بودم خدا اموات شما را بیامرزه، مادر شهر خدا بیامرزه. من ممجوگله درست میکرد. ممجوگله چی هست؟ یه غذایی هست، غذای صبحانه اونا بود، مادر شهر. غذای صبحانه مادر شهر مثلا بود. برنج خورد کرد، مثلا زیاد نخورد باشه، مثلا ما اونه میگیم میانزن، مثلا بگیرکی میگیم میانزن، یعنی خورده برنج. آره برنج خورد. برنج خورده میپزیم، مثلا به پلو میپزیم ولی دمی میپزیم. برنج میپزیم، بعد برنج دوباره چیکار میکنیم؟ تو تابه بزرگ اینو سرخ میکنیم، مثل برنج سرخ کرده. این برنج دوباره به پلو رو سرخ میکنیم. بعد مغز گردو، بعد دارچین، بعد اگه کره محلی باشه که خیلی خوبه، اونه که ما نداریم ولی یه ذره داریم. یکی از دوستان یه ذره کره محلی قبلا برام آورده بود. با کره این کره شرکتی ها میگیریم، با کره این برنج مغزگردی و دارچین سرخ میکنیم. این میشه، اسمش هست مامجوگله. آره. ما این اون موقع که مثلا تازه عروس بودیم رفتیم مثلا خونه مادر شهران، اینو درست میکرد خدا بیامرز. صبحانه ما بود ولی خیلی فوق العاده خوشمزه. اگه بچه خوش شما اومد اینو من درست میکنه، اگه شما دوست داشتین برای ستاره حمایت بکنیم و برای این مثلا بگین که خوب بود یا خوشتون اومد یا نیامد، جای شما خیلی خیلی خالیه ولی خدای خیلی خوشمزه. بله خدای خیلی خوشمزه. این فقط همینجوری خورد یا این نه باید خورد کنم. آره نه خودم با دست قشنگ این گردو رو قشنگ با دست یه ذره خورد میکنم، مثلا اینجوری که به دندون میاد که یه ذره به دندون یه ذره به دندون میاد که خوشمزه. حالا بچه‌ها آره انجام بده. دیشب نزدیک ساعت 12 بود مامان زنگ زد. خود 12 بود. آره خود 12 بود. زنگ زد یه ستاره من فردا مهمون دارم. گفتم خب، گفتش که من میخوام یه غذایی درست کنم، اسم این غذا رو گفت. چیزی میخوای بگو من برات انجام بدم. گفتش که بیا میخوام آموزش بدم. من گفتم ماما خودش گفته آموزش. آره مهمان دارم و اینا. بعد من گفتم خب ویدیویی که ما میخوایم بگیریم واقعا اینجوریه که خب خیلی مدت زمان زیادی میبره تا وسایلا رو آماده کنیم تا انجام بدیم. و گفتم ماما میدونه ویدیو اینقدر زمان میبره، بعد چجوری مهمون داره میخواد من بیام مثلا ویدیو بگیرم تو دست و پاش باشم، اعصابش شاید خورد بشه موقع مثلا آشپزی، من هی بخوام ویدیو بگیرم بعد جمع میکنم. بعد گفتش که آره میخوام آموزش بدم و اینا. من گفتم خیلی خوب، خیلی عالی. بچه‌هام که عاشق مامانید، دوست دارید مامان تو ویدیوها باشه و اینا. گفتم خودش میخواد آشپزی کنه دیگه خیلی حرفه. اومدم گفتم مامان وسایلا رو بگو من براش بیارم. گفت آره همیناست. گفتم با همینا میخوای غذا درست کنی؟ گفت آره این غذا اینجوریه و مطمئنا باید عالی باشه، چون قدیما اصلا اهل مثلا بریز به پاش و اینا نبودن. قدیم نون نبود صبحانه. آره غذاهای مثلا سنتی و راحت و خیلی غذای گیلانی خوشمزه است، ولی اینو واقعا من تا حالا نخوردم. خب پس اینو الان تو الان اینو باید سرخ کنم، همین روی دست سرخ میکنم با همون کره. آره. این کره رو میخوای خورد کنم؟ آره اون یکی اول خورد کن، بزرگی خورد کن، بیار اینجا خورد کن. خلاصه اینکه الان باشه. خلاصه که غذای متنوعی ندیده بودم. و چه دوستای راحتی داره که یه همچین غذایی، یعنی اونا هم گفتن که همینو درست کن. تو گفتی چی میخوام درست کنم؟ آره به اونا نهار بودم برای شما. این البته صبحانیه ولی من بودم من دیگه ضرر زیادی نمیکنم، شما نهار همینه میدم. خیلی عالی. ضرر زیادی بودم ضرر زیادی نمیکنم، همینه به شما نهار میدم. الان بهتر. خب بچه‌ها من دارم گردو رو اینجوری با چاقو خورد میکنم، نه حالا خیلی خورد
هم خیلی درشت. کره کوچولو دارم. کره کوچولویی دارم گفتم بریزم حیفه. میگفتی برات کره محلی نه دارم. کره محلی. نه محلی آره. کره محلی. دیروز یکی از دوستان نگفتی به من که بگم چیه. اگه یه زمان داره گیر با اون بری بابر. محلی داشت بنده خدا به من گفتش که به زور و اصرار به من دیروز داد. ولی. آره اونم از آستارا اونجوری محلی دارم. بگفتیم بری آوردی؟ نه داد به من دیگه دادم عادل برد کارگاه. خواهیم نه. چون من محلی و مثلا تو اینجور غذاها آره میشه. می عادل بخوره حکم ما بخورد ولش. رفتی جلوی دوربین ها. خب پس بچه برای کره چند کره بزرگ ریختم کره کوچولویی دارم گفتم اینم بریزم. آره مقدار برنجشون زیاده. چون برنج زیاده گفتم اینم بریزم. البته که مامان زحمت کشیده من فکر کنم فقط همین آقا یه جوریه فقط برنج و گردو. حالا علوی هم داره. قرمه سبزی هم درست کرده. قرمه سبزی هم درست کردم گفتم شاید اون بچه بیاد شاید نخوره نه من جوبله نخوره. این برنج ساده رو برای قرمه سبزی. آره برنج ساده و نمون قرمه سبزی. حالا یه دیگم شستم مقول اونو نذاشتم چون گفتم برنج در الان سرخ میکنم. برنجی که سرخ کردم یه مقدار با کره قشنگ اینو سرخ کردم اصلا. ماما اگه برنج اینجوری چیز نباشه نمیشه؟ برنج این مزش اینه به برنج خورد؟ آره مزش به برنج خورده. خورد باشه بهتره. بچه ها باید تابعی من بزرگتر باشه چون بزرگتر از این نداشتم. داشتم رو بود. رو دیگه من این گاز جا نمیگرفت. اون شور بزرگه خرابم نبوده ولی شمش خراب شد دیگه اونم کار نمیکنه. ببین داره دارچین میریزم. باید جالب بشه. آره خیلی خوشمزه میشه. صدر مادر شوهر خدا بیامرزم اینو خیلی دوست داشت. برای بچه ها درست میکرد دیگه. این میشد غینار اونا. غیر نهار یعنی قبل از نهار. صبحانه؟ آره صبحانه اینا میشد. اینم گردو بچه ها ببین گردوی فراوان ریختم. آره نریخ دیگه مادر مثلا گردوی فراوان. آره داری میریزی. مثلا میخوام بگم گردوی فراوان میریزم دیگه بعض کلمه رو اشتباه میکنم دیگه. گردوی فراوان ریخت. گردوی فراوان میریزم. ولی خدایی جای شما خیلی خالیه. آره واقعا. امیر اون موقع ماما بیشتر خونه مامان بزرگ میرفت. درسته ما خیلی خاطره نداریم. نه امیر کوچولو بود بابا سرباز بود. من بیشتر اکرم میبردم امیر خونی مامان خودم میبرد چون پسر بود اونو میذاشتم خونی مادرم. ولی اکرم میخواستم هر جا برم اکرم با خودم میبردم چون دختر بود نمیذاشتم تنها بمونه. اونو میبردم. بله بله دخترها رو نمیذاشتم تنها بکنم. بله نمیذاشتیم ما از در خونه بیرون بریم. باز من خدایی میرفتم بعدا ولی اکرم و سیمین نه اونا نمیرفتن. حتی اکرم اخ کرده بود نمیذاشتم یه شب خونه شوهرش بخوره. چرا؟ یا سیمین بیمیرم سیمین بیچاره رو اصلا نمیذاشتن اصلا. سیمین خیلی غصه خورد. چرا آخه؟ نمیذاشتن دیگه خانم از دختر حساسیت داشتن. چه عطری واقعا عطرش که عالیه. عطر کره و دارچین و این اسمش از اسمش خوشم میاد. مامجوگله. حالا به چه معنای مامجوگله؟ یعنی مثلا برای اونا خیلی مزه میداد دیگه. مثلا یه چیز خوشمزه برای اونا بود. یعنی مثلا این معنی این غذا نیست. یه اسمه. آره اون یه اسمه. یه غذا مثلا بهترین برای اونا بود دیگه. مثلا دوست داشتن اونا. آره نمیدونم بچه‌ها میدونید یا نه ولی قدیمی‌ها همین که مامان میگه غیر نهار اونا همیشه برنج می‌خوردن. آره. و دلیلش هم گفتی اینکه نون زیاد نبود. نون زیاد نبود. اون موقع پدر شوهرم میرفت سنگافره بنی خدا نون میگرفت. تو محلشون نون نبود. اینا برنج مثلا اگه مثلا گردون نداشتن یه زمان که همیشه خدا بیامرز مادر شوهرم داشت. اگر گردون نبود مادر شوهرم چیکار میکرد؟
آره یادم رفت. یه چیزی اضافه میکرد نه به جای گردو. آره به جای گردو نه ببخشید به جای گردو برنج همین برنج خورده میپخت یا برنج حالا خوبش میپخت با تادیگ اون صبحانه میخوردن. آره با تادیگ اون صبحانه میخوردن. چه جالب. آره با تادیگ اون صبحانه میخوردن. خدا تیجان سالی موضوع فرضی. آره منم داشتم آخه غذای خودم رو حاضر میکردم. گفتم نه عادل آخه میاد. غذا نمیخوری؟ نه حالا یه تست میکنم یا قاشق میکنم ببینم چه جوریه. ولی نه غذا حاضر کردم که بعد زود برم. باید بری. که دم کنم. همین که اومدی نگرفتی. هم که شما زحمت کشیدی آموزش به این مهمی رو گذاشتی. من یادم اومد گفتم به صداره زنگ بزنه. حمید گفت خوابیده گفتم نه همین صداره الان میخوابه من الان نمیخوابه. نه من تو تیر وقت بیدارم شدم. به صداره زنگ بزنم که صداره بیاد یه دونه شاید برای خودش دوست داشت این فیلم بگیره. الان در میشه کدوم این نماز بخوانم تو تریت تست بکن اگه کار نداشتی تری باش کار اینم از نتیجه کار. عالی شد. الان دیگه کار ما تمام شد. الان اینو ببین بچه ها. جای شما خالی خدایی خوشمزه. جای همه شما خالی. همه دوستان آشنایان. اگه دوست داشتین زنگ بزنی برای صداره. زنگ بزنی. نه خلاص بنویسن کامنت بذارن. آره کامنت به سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد جا سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد صداره را حمایت کنید. صداره برای من خبر بیاره. اگه خوب شد بازم غذاهای محلی من برای شما درست میکنم. البته غذاهای آسون و راحت. آره من خدا که میدونه من تنبلم غذاهای آسون انتخاب میکنم. سنایم خودشون همه گره فروشه. باریکلا. سنگ دانه پول دامه حساب کنم. الان بیای الان حساب کنم. انا مامان بکشه بعد. الان مثلا 10 کیلو. 10 کیلو اون 5 کیلو نیست. اونو بابا این 10 کیلو رو بذار برای دوستمه. آن 10 کیلو نام آیه. آن 10 دست دهنه. خب یه 5 تا هم یا حالا مثلا آره 5 تا مثلا 5 تا میخوام بذارم. انا 5 تا دیگه میگم. آن یک آن دو آن سه بگو آب نریزه. آب بگو آب دادن. اینو برای مامان مریم میخوام. اینو به خاطر اون یکم درشت‌تر گفتم. آنیا آخه چه ده اولی مامان هاته کشیه ایزابو این بیه گویی ایتو نفاده پنجره فاده نه بعد نه مامان گویه او 1500 تومن طلب همین خورده داری 1500 برای بیا و ناگی او من نمیشه بخواد امنا خب بابا ببین به صورت سنتی اینو وزن میکنه این ترازوشه. مامان واقعا تو هم بلدی وزن میکنی؟ آفرین. من نزدیک من دو میلیون موارد میفروختم. آفرین. مشان دانه دیگه گویا اگه فاده همو خوبه اما بابا همین فکر کنم خوبه. هم بسته. آره دست دن. اون 5 کیلو. آره همون. این گفتی 15 کیلو. ببین چه حواسش داره. آره قشنگه. کدو عشان قدیمی انا اینو بخواستی. قدیمی نه اویم نه اونه. خواهی بانو بدم فدا. عشان قدیمی بنا من دانه بگیر. بخوری همون دانه بگیر. شاید یه جا بکشی هم مدل आहे نی دینای. عشان جهاز نکنم عشان نخواهم بخورم. اصلا دانه نگیرم. والله هم. نه دانه بگیر فدا امر ده اما بسر خوبی. تو ولی عشان گیرم برای فنی اپاخته نگیرم. جاله اوشان دونه‌هاش خوبه. گرفته نه ببین چقدر دونه گرفت. آره اون هست. خب عالی بابا دست در نکنه همین خوبه. خانم دادم پلاستیک های بون. خانم امروز یه آموزش غذایی داد که انقدر غذاش باحال بود. خدا رو شکر. ما اونجا گله. انا خواهی بوده پوبینه موبینه. الان تست میکنم. ایزو تست بکن. تا شما صحبت کنید. بچه‌ها اینم غذای ما آماده شد. حالا اگه شما خوشتون اومد به صداره حمایت کنید و صداره برام مثلا بگه که من این خوش میگه. تستی آره یه بکنم. تستی بکن.
ما اینجوری با دست میخوریم، اینجوری مشته میکنیم، خیلی خوشمزه. من انقدر اونو دوست دارم. مشت پلاو، ما میگیم مشت پلاو بیا. عالیه. آره ما با دست میخوریم. الان دوستام قرارم بیان، من هفته یک بار برنج میخورم با دوستام، دعوت میکنم. خواهر منه، یکی از همسایه منه، یکی دوستای خودمون. الان که زنگ زدم نیومد، خانم رشت تشریف داره. طعمش بچه‌ها واقعا عالیه، چون من هم کره هم دارچین هم گردو رو دوست دارم. یه چیز مثلا میشه تو مایه های شیر برنج، مثلا برنج درسته، آره. دارچین برای تزیین میریزیم، حالا گردو نداره اون. یه همچین چیزیه. به نظر من طعمش که عالی بود، مثلا با کره محلی که کره محلی باشه که عالی بیاره، خیلی خوبه. ما واقعا دست در نکنه که این آموزش رو گذاشتی. یه آموزش خیلی راحت. اونایی که خب به هر حال سر کار میرن، مشغله کاری دارن، وقت نمیکنن، گزینه خیلی خوبیه برای درست کردن و طعم خوبی هم داره. حالا نظرتون رو بنویسین، دوست داشتین به قول مامان از من حمایت کنید، بنویسید. خلاصه شما که صداره رو خیلی دوست داریم، ما قربونتون برم. تو رو انقدر دوست دارم به خدا بچه‌ها، دونه دونه اسماتون یادم نمیمونه. وقتی میام مثلا تو جمع دارم ویدیو میگیرم اسماتون رو بگم، ولی به مامان میگم که چقدر دوستش دارید، چقدر دوست دارید من با مامان بیشتر ویدیو بذارم. میبینینش حس میکنید مادر خودتونه، همچین حسی دارید و امیدوارم که ما بتونیم با ویدیوهای خودمون، با لحظه های شاد و قشنگ خودمون بتونیم این محبت های شما رو جبران کنیم که انقدر مهربونید و از من حمایت میکنید. ماما من حالا از طرف همه بچه‌ها که دارن میبینم بوست میکنم، چون همش به من میگن مامان تو ببوس. از طرف ما زنده باشه. مرسی که امروز وقت گذاشتید. خدا شما را نگه داره، همیشه تن سالم، دل خوش داشته باشیم با خانواده شما. این غذایم طعم بهشتی، خدا مادر شوهر منو ببخشه بیامرزه، طعم بهشتی به روی روان اموات شما، اموات خودمون، پدر مادرمون، پدر شوهر مادر شوهر برسه. قربتن الی الله. حالا این قضیه فقط یادم اینا همینجوری خالی مشت پلاو می‌کنن. آره این خالی یعنی مشت ماستی مثلا سالادی هیچی نه. ولی اون موقع مادر شوهرم اینا همینجوری می‌خوردن، ولی الان من امروز مثلا زیتون گذاشتم، ماست گذاشتم که بچه‌ها بیان، مثلا هر کدوم دوست داشتن. سبز قرمه‌ام درست کردم، پروسیدم یه ذره درست کردم. گفتم شاید، ولی اونا گفتم من دوست داریم، ما دوستان گفتم من دوست داریم، ما حتما میخوریم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. من دختر صابخونه عزیز من خانم کاظمی تامینی کاظمی داره میاد پیش من. الهی دوستاش اونم دارم خیلی میاد. دوست داره. آره اونم دوست داره. جمعتون جمع باشه ان شاءالله. همیشه از این مهمونا داشته باشه که مامان یه آموزشی برای ما داشته باشه که منم بیام یاد بگیرم. ان شاء الله. خیلی خیلی دوستتون دارم. ممنون از حمایت‌های شما. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون. خدا شما رو بداره. خوشحالم که شما رو به قول زگان شما امر حمایت کنی، شما دست در نکنه. یک دنیا ممنون از شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. از دور شما رو میبوسم.